تا حالا به این فکر کردین که اقتصاددان‌ها چطوری یه چیز به این بزرگی و پیچیدگی، یعنی کل اقتصاد ما رو توی یه مدل جا میدن؟ اصلا این مدل‌های پیچیده از کجا میان؟ امروز می‌خوایم دقیقاً همین کارو بکنیم، یعنی قدم به قدم یه مدل اقتصادی رو با هم بسازیم. خب، اینم از نقشه راهمون. اول از یه مسئله خیلی ساده شروع می‌کنیم، بعد میریم سراغ بازیگرای اصلی، یعنی خانواره‌ها و شرکت‌ها. بعدش میبینیم اینا چطوری توی بازار با هم هماهنگ میشن و آخر سر هم میفهمیم که اصلا چرا این مدل بظاهر انتزاعی اینقدر توی دنیای واقعی مهمه. بسیار خب، بزن بریم سراغ قدم اول. ببینین، وقتی میخواین یه چیز پیچیده رو بسازین، معمولاً از یه جای خیلی ساده شروع میکنین. اقتصاددانا هم دقیقاً همین کارو میکنن. اونا کارشون رو با یه طرح اولیه شروع میکنن که شاید حتی خیلی هم واقعی به نظر نرسه. پس اقتصاددان‌ها اول از یه مدل متمرکز شروع میکنن. فکر کنین یه اقتصاد که یه رئیس بزرگ داره و برای همه تصمیم میگیره. خب، تحلیل این مدل خیلی ساده است، ولی دنیای واقعی ما اینجوری نیست، درسته؟ دنیای ما غیر متمرکزه. یعنی میلیون‌ها نفر مثل من و شما هر روز دارن برای خودشون تصمیم‌های مستقل میگیرن. خب، اینجاست که معمای اصلی خودش رو نشون میده. آخه چطور ممکنه میلیون‌ها تصمیم جداگونه بدون اینکه یه نفر از بالا همه چیز رو کنترل کنه با هم هماهنگ بشن و یه اقتصاد رو بچرخونن؟ این دقیقاً همون سوالیه که قراره با هم به جوابش برسیم. خب، برای اینکه این معما رو حل کنیم باید بریم سراغ اولین بازیگر کلیدی توی این اقتصاد غیر متمرکز، خانواده‌ها. آره، دقیقاً من و شما. ماها موتور اصلی مصرف و پس‌انداز توی اقتصادیم. هر کدوم از ما هر روز با یه دوراهی همیشگی روبرو هستیم. پولی که دستمونه رو الان خرج کنیم یا بذاریمش کنار برای آینده. اقتصاددان‌ها برای این تصمیم گیری یه اسم قلم به سلمبه دارن، معادله اویلر. ولی نترسین، این فقط یه اسم دهن پر کن برای یه ایده خیلی ساده است. ببینید، هیچ کدوم از ما دوست نداریم یه روز خیلی پولدار باشیم و فرداش دستمون خالی باشه. ما سعی می‌کنیم یه جوری خرج کنیم که سطح زندگیمون در طول زمان تقریباً ثابت بمونه. به این میگن هموارسازی مصرف. ولی یه عامل خیلی خیلی مهم توی این تصمیم گیری هست. اونم اینه که این پولی که دستمون میاد موقتیه یا دائمی. جوابی که به این سوال میدیم همه چیز رو عوض میکنه. این نمودار موضوع رو خیلی قشنگ نشون میده. فرض کنین یه پاداش موقتی میگیرین. چی کارش میکنین؟ بیشترش رو پس‌انداز میکنین. چرا؟ چون میدونین که این پول همیشگی نیست. اما وقتی حقوقتون برای همیشه زیاد میشه، اون وقته که با خیال راحت خرجتون رو هم میبرین بالا. این دقیقاً همون منطق همبارسازی مصرف هست که در عمل میبینیم. خب، پس تکلیف خانوارها مشخص شد. ولی اونا برای اینکه چیزی بخرن یا جای کار کنن به یه طرف دیگه معامله هم احتیاج دارن. اینجاست که بازیگر اصلی دوم وارد صحنه میشه، شرکت‌ها. یعنی همون موتور تولید و سرمایه‌گذاری اقتصاد. برخلاف ما خانوارها که دنبال چیزای پیچیده‌ای مثل خوشبختی و مطلوبیت هستیم، هدف شرکت‌ها خیلی سرراست و واضحه. فقط و فقط حداکثر کردن سود. همین، تمام تصمیماشون هم دور همین هدف میچرخه. منطق تصمیم گیریشون هم بر اساس 2 قانون خیلی ساده است. قانون اول برای استخدام، انقدر کارگر میگیرن تا جایی که هزینه حقوقی که میدن با ارزشی که اون کارگر تولید میکنه برابر بشه، نه بیشتر نه کمتر. قانون دوم برای سرمایه‌گذاری، انقدر توی ماشین‌آلات و تجهیزات جدید سرمایه‌گذاری میکنن تا بازدهی اون سرمایه‌گذاری با هزینه‌اش که همون نرخ بهره بانکیه برابر بشه. یعنی یه حساب کتاب دائمی بین هزینه و فایده. خب، حالا 2 بازیگر اصلیمون رو داریم، خانواره‌ها و شرکت‌ها. سوال اینه که این 2 گروه چطوری با هم هماهنگ میشن؟ این هماهنگی جادویی توی بازار اتفاق میفته. بازار مثل یه جور نیروی نامرئیه که تصمیمای میلیون‌ها نفر رو از طریق سیگنال قیمت‌ها به هم وصل میکنه. ببینین، قیمت یک کالا، میزان دستمزدها، نرخ بهره، همه اینا یه سری اطلاعاته که به من و شما و شرکت‌ها میگه که چی به صرف است و چی نیست. وقتی همه این بازارها، بازار کالا، بازار کار، بازارهای مالی همزمان با هم به تعادل میرسن، اون موقع است که اقتصاد به یه وضعیتی میرسه که بهش میگن تعادل عمومی. دقیقاً مثل یه رقص فوق‌العاده هماهنگ که همه ی حرکاتشون با هم جوره. و اینجاست که به کشف فوق‌العاده جالب میرسیم. یادتونه که از کجا شروع کردیم؟ از اون مدل ساده غیرواقعی که فقط یه برنامه ریز داشت.
حالا بعد از ساختن این مدل پیچیده با میلیون‌ها آدم و شرکت مستقل، اقتصاددان‌ها فهمیدن که نتیجه نهایی، یعنی همین تعادل عمومی، به طرز عجیبی شبیه به نتیجه همون مدل ساده اولیه است. انگار یه دست نامرئی وجود داره که همه این تصمیم‌های پراکنده رو به سمت یه نتیجه کارآمد و بهینه هدایت می‌کنه. خب شاید الان از خودتون بپرسین اگه آخرش نتیجه یکی میشه، پس این همه دردسر برای چی بود؟ چرا اصلا این مدل پیچیده رو ساختیم؟ جوابش اینه که این مدل دقیق به ما اجازه میده بفهمیم دنیای واقعی چطوری کار میکنه و به سوالای خیلی مهمی جواب بدیم. مثلا همین مدل به ما توضیح میده که چرا وقتی دولت میاد مالیات‌ها رو به طور موقتی کم میکنه، مردم زیاد خرج نمیکنن، چون این رو یه درآمد موقتی میبینن و ترجیح میدن پس‌اندازش کنن. یا مثلا بهمون نشون میده که چطور بالا و پایین رفتن نرخ بهره روی تصمیم شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری تأثیر میذاره. در واقع این یه ابزار فوق‌العاده قدرتمند برای فهمیدن دنیای دور و بر ماست. و این ما رو با یه سوال نهایی تنها میذاره. اگه این مدل انقدر قشنگ و هماهنگه، پس چرا اقتصادی واقعی انقدر شلوخته و پر از مشکل به نظر میان؟ خب جوابش اینه که این مدل‌ها یه سری چیزا رو ایدئال فرض میکنن. مثلا فرض میکنن همه ما آینده رو کامل پیش بینی میکنیم و هیچ مانعی سر راهمون نیست. این به ما یادآوری میکنه که این مدل‌ها با تمام قدرتی که دارن، در نهایت فقط یه نقشه ساده شده از دنیای فوق‌العاده پیچیده ما هستند.